شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار یکم. باشندگان دره‌ای که شما در فصل اول تماشایش کردید همگی به کار و کاچال خود ساکل بودند. جوانان رمه‌های خود را رانده تا تیغه‌های کوه به چرا برده بودند. مردان میان سال جفت بسته جاهای هموار دره را که در آن جاها به مرور زمان در بارش برف و باران با گذشتن سیلاب به قدر نیم گز خاک به هم رسیده بود می راندند و برای کشتی تیاری می دیدند. زنان و دختران شیر می پختند، جغرات می خواباندند، گوپی می زدند، مسکه می ساختند و روغن می کشیدند. مردان کهنسال دو دو چار چار به سنگها تکیه کرده نشسته سرگذشت می گفتند و می شنیدند. یک جوانی تخمینا 20 ساله به سرش یک سله کهنه نیم تبید، بدنش یک کرته کرباسی دریده، از روی کرته یک جامه تیکی پخته‌دار جغده شده، میانش با یک کرباس کهنه از روی بسته، با پایش یک چارق، چشمانش درخشان لیکن اندیشمند، پیشانش فراخ لیکن پرچین، رخسارش چون سیب سرخ تابان لیکن غمگین که از بشرش اندیشمندی نمایان بود، به خیال فرو رفته در گوشه از باشگاه مردم دورتر می نشست. به دست این جوان یک چوب دست چوپانی سیگزه کجی چوکن مانم بود که بانوی آن بی خیالانه به زمین خط می کشید، نقطه ها می کند و باز آن خط و نقطه های کج و کلیب را ویران می کرد. گاه از جاش خیسته به طرف یک خانواده‌ای که در آن نزدیکی بود چشم می انداخت و باز به جایش نشسته به خط کشی مشغول می شد و خود به خود می گفت مگر اینها امروز آب نمی خورند که هنوز به آب کشی نمی آیند. در خانواده‌ای که این جوان گاه به طرف آن نگاه می کرد 3 کس به نظر می نمود. یکی از اینها یک مرد تخمینا 50 ساله بود که بر روی تخت سنگ نشسته نان و جغرات می خورد. دیگری یک زن تخمینا 40 ساله بود که خمیر می کرد. سیومی یک دختری تخمینا 16-17 ساله بود که گوپی می زد. این دختر گوپی را چنان با شدت و تیزی می زد که از سر رویش عرق می ریخت. گاه گوپی چوب را به حال خود گذاشته قد راست می کرد و با دست خود عرق روی و پیشانش را پاک می نمود. مویهای درازی سیاهی مهین بافتش را که در وقت گوپی زنی به پیش می افتادند دسته کرده به پشت سر خود می انداخت. در میان همین حرکت ها با گوشه چشم به طرف مردی که مشغول طعامخوری بود نگاه می کرد. اگر می دید که مرد به کار خود مشغول است، بیان که نظر دقت او را به طرف خود کشد، به سوی جوانی که مشغول زمین خط کشی بود آهسته‌ک نگاهی می کرد. اگر نگاهش به نگاه جوان که گاه از جای خسته به این طرف می انداخت راست آید، از شادی گل می شکفت و مغرورانه زود چشم خود را از آن طرف کنده باز به کار گوپی زنی خود مشغول می شد. اگر نگاهش به نگاه جوان راست نآید مایوس می گردید و از چشمان سیاه پرخمارش علامت اندوه نمایان می شد. حتی این مایوسی به دست و بازوانش هم اثر خود را نشان می داد. در گوپی زنیش آن شدت و تیزی اولیش نمی ماند. مرد طعام خود را خورده تمام کرد، داس و ارغمچی را گرفته به زن نگاه کرده. آچش تا رسیدن خمیرت من یک پشت خس و خاشاک چیده بیارم، گفت و از میانه سنگپاره ها با راهی که آبی بارانش قدر هموار کرده بود به بالای کوه برآمده رفت. زن خمیر را از کارسان به سفره میشی انداخته پیچانده و از بالاش یک جامه پخته‌دار را هم بپوشانید. پس از آن با آفتابه چویانی که در آنجا بود دستش را شست. آب آفتابه تمام شد. خواست از چوبکدویی که در آن خانواده خدمت کوزه را ادا می کرد به آفتابه آب اندازد. دید که در وی هم آب نمانده است.
به دختر گوپیزه نگاه کرده. گلنار، تو آب بیار، من مسکرا تیار کرده میگیرم. زود باش که هیچ آب نمانده است. همین زمان خمیر میرسد، پدرت هم هیزم را میارد، برای نانپزی هم آب در کار میشود. گلنار مانند یک دختر قابل فرمانبردار زود آمده کدو را گرفت و تازان برای آب کشی رفت. چنان میدوید که بیننده گمان میکرد که دختر فرمان زودباش مادرش را به خوبی ادا کرد. لیکن اگر شما در آنجا می بودید و با دقت نگاه می کردید می فهمیدید که در اینجا یک قوت کشنده دیگری هست که این دختر را به طرزی که قهر با کاه را و آهن را با آهن را کشد به طرف خود پیش می کشید. جوان اندیشمند که بی خیالانه به زمین خط می کشید هیچ یک حرکت این دختر را از نظر نمی گذرانید. وقتی که دختر کدو را برداشته به راه در آمد، جوان جای خود را دیگر کرده در پسی سنگی رفت و به جایی که به نظر مادر دختر نمایان می شد نشست. تا این وقت دختر هم به نزدیکی جوان رسیده آمده و به پشت خود برگشته نگاه کرد که مادرش سرگرم گوپیزنی است و به چالاکی راه خود را دیگر کرده خود را به پشت سنگی که جوان آنجا بود گرفت. گویا که از بودن جوان در آنجا خبری ندارد و ناخواست او را دیده است. یک قد پریده. یادگار، تو اینجا چی میکنی؟ گفت. تو اینجا چی میکنی؟ گفت جوان. میخواهم به خانه آب ببرم، گفت دختر و به طرف جری به لب آب فرامدنی شد. برای آب گرفتن آمده باشی خیر است، گفت یادگار. من گمان کردم مگر برای آتش گرفتن آمده ای که به این زودی می روی. گلنار تبسمی کرده کدو را به زمین گذاشت و خودش هم به بالای سنگپاره‌ای نشست. پس از آن که به چشمان پرحیرت جوان لحظه‌ای نگاه کرده ایستاد گفت. راستش را گوی یادگار، اینجا چی می کردی؟ اول تو راستش را گوی که برای چی اینجا آمدی؟ من برای آب آمدم. انا کدوی آب، گفته دختر کدو را نشان داد. یادگار هم. من در اینجا گوسفند میچرانم. انا کلتک چوبانی هم، گفته چوب دستش را نشان داد. گلنار گفت. یادگار، من تو را هیچگاه به این حالت ندیده بودم. از چشمانت معلوم است که یک اندیشه پرزوری در دل داری. حواست پریشان می نماید. راست گوی که به تو چی شده است؟ به من هیچ چیز نشده است، گفت یادگار. حواسم هم پریشان نیست، لیکن یک گپ دارم که به تو دخل دار است. همین گپ را به تو گویم یا نگویم گفته اندیشه دارم. اگر مرا خرسند کردنی باشی گوی، هر چیزی بد باشد هم گوی. چیزی که باشد به گفتن آن من از تو نمی رنجم. گپی بد نیست، برای تو خیلی خوب است، خبری خرسندی است. من تو را مبارک باد کردنی بودم. گلنار کرته گلی آبشسته خود را نشان داده. این باشد قریب به دریدن رسیده است. من یکان چیزی نو نپوشیدم و پوشیدنی هم ندارم که مرا مبارک باد گویی. پگاه فردا کرته های آهری می پوشی، نه اینکه چی تو گولی بلکه اطلس و ادرس را هم می پوشی. گلنار گفت. یادگار، ماماگویی مکن. من از این گپ های تو نمی فهمم. هیچ چیزی نمی فهمم. مگر چی شده است؟ مگر تو نشنیده ای؟ چی را؟ توی خودت را؟ به شنیدن این سخن رنگ روی گلنار از خجالت سبسرا شد. اگر چشم یادگار را اندیشه آینده سیاه تاریک نکردگی می بود، این حالت گلنار را دیده از اول هم زیادتر واله و شیدای وی می گردید. لیکن حالا به نظر یادگار نازوکدایی های حسن گلنار نمی نمود. حالا او را مسئله مهمی از این میدکاری ها به طرف خود کشیده مشغول می داشت. یادگار دیروز از پسری آقساقال شنیده بود که گلنار را به پسری همراه بای نامزد کردنی اند. آقساقال میانه روی کرده این کار را پخته است. در این نزدیکا شهر رفته خرید کرده می آیند. پس از آن سرتویی داده فاتحه می کنند. این واقعه بود که دیروز باز یادگار را
زیاد پریشان ها کرده بود و میخواست که این واقعه را به خود گلنار گفته به این توی به چی نظر نگاه کردن او را از زبان خودش فهمد. این بود که یادگار شنیده هایش را یگان یگان به گلنار نقل کرد. گلنار هم با دقتی تمام گوش داد. از شنیدن این خبر حواس وی هم از یادگار کمتر پریشان نشده بود، لیکن از یک طرف دهشت این خبر و از طرف دیگر شرم و حیا مانع می شد که ضمیر دل خود را به یادگار گشاده و آشکارا گوید. همین قدر گفته توانست که یادگار دانسته باش که هرگاه تو خانه‌دار شدنی شوی، من توی شدن را به گردن می گیرم و اگر نه مرا توی کردنی شوند، گردنم را برند هم سر نمی فرارم. این را گفت و کدوی خود را برداشته با گرانی که گویا به گردنی و یک من بار را بار کرده باشند به طرف آبگیر فرامده رفت. یادگار باشد گویا که وی را به زمین میخ کرده باشند نیز به زیر باری گرانی اندیشه و اندوه ماند. به دره نهان خاموشی حکم فرما بود. هر کس به کار هر روزه خود مشغول بوده، هیچ حرکتی از عادت بیرون دیده نمی شد. در دل یادگار و گلنار یک حرکت ولقانی پیدا شده بود. در پی آتش فشانی کردن باشد هم این جنبش را غیر از بدن خود آنها دیگر کسی پی نمی برد. در این وقت به ناگاه سنگ کلانی از قله کوه خیلید. این سنگ به سنگ آن هم به سنگ دیگری رسیده، به همین طریق ده ها سنگ ها به یک دیگر برخورده تا به زمینی دره افتادند. صدای ترقی که از به هم خوردن این سنگ ها برآمد با عکس صدایی که از هر همگشت آن کوه پایه برخاسته بود همراه شده زمینی دره را در لرزه انداخت. با روی دادن این غلغله ناگهانی باشندگان این دره همه به یک بارگی از جایها برجسته به طرفی که سنگها از آنجا غلیده آمده بودند نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است. وقتی که آن جوان همه چشمها را به طرف خود دوخته و همه گوشها را برای شنیدن سبب این حادثه ناگهانی سیخ شده دید، با آوازی بلندی که کوهسار را در لرزه انداخته تواند یسوع گفته فریاد کرد. برابر این صدا پس و دنبال یکدیگر به فاصله‌ای که شنوندگان آنقدر فرق کرده نمی توانستند از دور و نزدیک کوهسار این فریاد تکرار یافت، یعنی از هر جانب یسوع یسوع گفته فریاد برآمد. چی بودن این واقعه به پیش خوانندگان ما معلوم نشده باشد هم به باشندگان این دره به خوبی آشکار شده بود. بنابراین همه که به یک باره هر کار و هر چیزی را که داشتند به حال خود گذاشته به طرف تیغه کوه به بالا نگاه کرده دویدند. چنانکه اگر شما در آنجا می بودید گمان می کردید اینها گله آوانند که با دیدن صیاد یا با شنیدن صدای ملتیق به یک بارگی رمیدند، یا اینکه گروهی کبوترانند که به سبب هجوم باز یا دیگر مرغان صاحب جنگل سراسیموار پریدند. بعد از 10 دقیقه همگی بر تیغه کوه بودند. همه اکنون خود را خلاص شده و نجات یافته میپنداشتند. بنابراین اکنون همه با آرامی نفس راست کرده کی بودن و چی بودنی صیادی محرومی خود را دانستن میخواستند و به همین نیت همه چشمهای خود را به نقطه‌ای که آیندگان اثری جوی از همان نقطه به دره می در آمدند دوختند. بعد از 10 دقیقه انتظار دیدند که سواری می آید. تخمینا 25 ساله به سرش یک سله داکه است که مانند دستار سپاهیان بخارا شلغمی کرده بسته شده است. به تنش یک جامعه ادرسی شانگی زیح کلام، به پایش یک موزه امریکایی لاکنی بخار دوختی پاشنه بلند و از روی موزه یک چالواری میشی زرد پوشیده است که کناره هایش با ابریشمی سرخ و سیاه عراقی دوزی کرده شده است. به پهلوی چپش شمشیری حصار همایل، به پشت سرش یک ملتقی دنبالپور فرنگی آویزان، میانش از روی با کمربند نخرگین بسته و از دو پهلوی کمربند کیسه کمرهای چرمینی بخیه دوزی آویخته است.
هرچند شکل و شمایل این سوار دهشت انگیز باشد هم مردم این درک خودها را به قله کوه گرفته بودند از وی هیچ باکی نداشتند، زیرا این مرد از آن آدمانی نبود که پیاده از سواره به سر این کوه برآمده تواند. به سر این کوه دویده برآمدن نصیب آن کسان بود که در اینجا زاییده و در اینجا کلان شده باشند. اکنون کوه پروازان ما به این مرد با چشم تمسخر نگاه می کردند، مانند گربه‌ای که از هجوم سگی گریخته خود را به شاخه درخت گرفته باشد. با حرکت‌های خود گویا به آن شخص اگر مرد باشی بیا پیش ما، هرچی میخواهی بگوی، و جواب ما را شنو گفته او را به میدان مبارزه خود جغ میزدند. سوار هم از دست رفتن صید مطلب را فهمیده بود و مانند صیادی که شکاری به دام افتاده خود را گریزانده باشد یا مثل شغالی که مرغ به چنگال در آوردهش را از دست داده باشد از غضب دندان میخایید و به آنکه چیکار کردن خود را معین کند و هر طرف کوهسار دیوانوار اسب میدوانید. گلنار زود بیا که به دست افتادیم. به شنیدن این آواز سوار ناامید شده دوباره به امید افتاد و جلوی اسب خود را به طرفی که این صدا برآمده بود گردانده کشیده و کشاده یک تازیانه به طرف ثغره چپ اسب زد. اسب هم که در کجا بودن مقصد صاحب خود را ندانسته از دویدنهای بی حاصل به جان آمده بود، در حال نشانه را گرفت و به 4 پای تکاورانه به 2 خیز خود را به پیش برآورنده آن آواز رسانید. سوار هم فرصت را از دست داده برای هر حادثه حاضر شده بود. پیش از آن که اسب خود را به نشانه رساند میلتق را به دست گرفته پیستانه کش را زیر کرده شکار خود را نشان گرفته بود. همین که همه چیز را موافق مطلب خود یافت داخونده دستانت را از آستینت برار وگرنه به اسفل سافلین رفتی گویان فرمانی دهشتناکی داد. شخصی که از طرف سوار به خطاب داخوندگی مشرف شده بود غیر از اطاعت چاره دیگری نداشت. در واقع یک شخص بی‌یراق در جایی که راه گریز از هر طرف بسته باشد در روبروی یک سلاح نامردانه یعنی میلتقی دنبالپوری فرنگی چیکار کرده میتوانست؟ بنابراین دستان خود را از آستین برآورده منتظری فرمان دویون شده ایستاد. سوار حلقه لجام اسب را به بند دست خود گذرانده از اسب فرود آمده سله نیمتیبیتی را که به سر آن شخص بود گرفته 2 دستش را به پشتش گردانده از آرنجهایش با نوک سله محکم بربست، نوک دیگری سله را 2 حلقه کرده به قاشنی زین گذرانید و سبک جسته بر سر زین نشست. پس از آن به یک دست میلتیق و به دست دیگر لجام و تازیانه را گرفته پیش درآ گویان فرمان داد. این شخص روی خود را به طرف سوار گردانده. جناب یساول مرا کجا میبری و گناه من چیست؟ گفت. سوار یک بار شوریده. گناه تو؟ شما دزدان مگر هنوز خود را بیگناه میپندارید؟ نه تنها خودی تو بلکه همه کسانی که از دولت جناب عالی در اینجا با آسودگی عمر بسر میبرند دزدند. نه تنها دزدی مقرری بلکه دزدی یاغی واجب القتلند. اگر شما دزدی یاغی نباشید چرا از حکومتداران میگریزید؟ چرا فرمان حاکم را پسند نمی کنید؟ یک کسی که تخمینا 100 قدم از اینها بالاتر خرسنگی را برای خود سپر کرده این واقع را دیده و این گفتگوزارها را شنیده ایستاده بود با آواز بلندی غضب‌آلود گفت: ای یساول گپت را دانسته زن. ما دزد شده خانه کرا زدیم، بوز و گوسفند کرا بردیم، به زن و فرزند کی با چشم بد نگاه کردیم. دوست کسی است که بی باعث به خانه مظلومان بی کس پخش کرده می درآید. دوست کسی است که بیچاره بی عراق را به دست در آورده به سرش شمشیر می کشد و به سینه‌اش میلتق می نهد. دوست کسی است که مردمان بیچاره به کار خود مشغول را بی سبب می بندد، می برد، می زند، می کشد. دوست کسی است که نه تنها مال فقیران را می گیرد
بلکه زن، فرزند، ناموس و آبروی بیچارگان را هم پامال می کند. اگر هنوز هم کی بودن دزد را ندانسته باشی، شنیدم که خود تو دوست، املاک دارد دوست، حاکمت دوست، امیرت دوست، وزیرت دوست، قاضی و رئیست دوست. شنیدی؟ مردک سخن خود را دوام داد. ما از دولت جناب عالیت در اینجا عمر به سر نمیبریم، بلکه در پناه این قلعه خدا فرید سلامت مانده ایم. اگر تو جناب عالیت به ما دست میافتید، تا حال عمر بیشترین مردان ما در زندان حصار و بخارا میپوسید. زنان و دختران ما به حرم سرای حاکم و امیر شما به نام دخترخانگی ناموس خود را برباد میدادند. مردی پسی سنگ علاوه کرد: میگویی که شما حکومتداران را پسند نمی کنید. شما کی آدم بر این آمدید که ما پسند نکردیم؟ هر وقت شما مانند قضای آسمانی و بلای ناگهانی به سر ما می آیید. بارها شده است که ما دست پیش گرفته با حرمتی تمام به پیش شما برآمده ایم، اما شما بی پرسش دستهای ما را به پشت بسته اید، مال و اشیای ما را تاراج کرده اید و خودمان را به زندان فرستاده اید. یسوع با شنیدن این سخنهای راست زهردار چون ماری سرکوفته به خود می پیچید، لیکن جوابی مناسبی نمیافت که گوید. آره، اگر دست میافت جواب آن مرد را با یک تیر جانگداز میداد. حیفا که این میسرش نمیشد. به یک مرد کوهستانی که خود را در بغل کوه به جایی که در آنجا حیوانات کوهی به زور میبرایند در پناه سنگی گرفته است، تیر میلتیق چه اثر میکرد؟ ناچار در جواب همین قدر گفته توانست که من برای به دست در آوردن کسی آمده بودم که با وی یکی از معتبران سر جوی وجه شرعی داشته است. من به خوبی میدانستم که از درون شما خوشی به خوشی آن گناهکار را یافتن ممکن نیست. بنابراین کدام کس که باشد یک کس را به دست در آوردم به من مطلب بود. اگر این به شخصی دست بسته اشاره کرده به دست نمی افتاد، از اینجا محروم رفتنم مقرر بود. هرچی خدایار و شریعت مددگار شد که از شرف دولت عالی این شکار دستگیر شد. اگر از این جوان در کاری داشته باشید، از دنبالش می روید، خدمتانه می برید، کفیل می آبید و گناهکار حقیقی را یافته می دهید. پس از آن این را خلاص کرده می آرید، وگرنه عمرش به زندان پوسید گفتن گیرید. بر گوشتش را توش بیره کرده خور. پول و آدمی بیکار نیست که از دنبال این برود، گفت مرد پسی سنگی. زود باش، روان شو داخمده، گفته یسوع جوانی دست بسته را پیش انداخت. جوان غیر از پیش در آمده رفتن چاره دیگری نداشت، لیکن یک اندیشه، یک خیال او را از قدم برداشتن باز می داشت. او سراسیمه‌وار به هر طرف نظر می انداخت، مگر با کسی ویدای واپسین خود را کردنی بود که از هر گوشه او را می جست. یسوع این سستی جوان را دیده گمان برد که وی رفتن نمی خواهد. بنابراین یک تازیانه سخت به پسی گردن او حواله کرده. مگر کر هستی که؟ یسوع سخن خود را هنوز تمام نکرده بود که وای یادگار، تو را چرا میزنند؟ با کجا بردن میخواهند؟ گفته فریاد گریه‌آلود کسی از کمر آبورده‌ای برآمد. یسوع به آن طرف نگاه کرده دید که دختری به سوی خودش دوان می آید. پس از آن روی خود را به سوی جوان گردانده. مگر نام تو یادگار است؟ جوان سر خود را جنبانیده به تصدیق اشاره کرد. یسوع چنان خرسند شد که به گفتن راست نآید. وی زیر لب خنده زنان یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم و به جوان نگاه کرده. تا حال خودت را بیگناه شماری هم اکنون نمی توانی. آن گناهکاری که من به طلب وی آمدم توی، گفته تازیانه دیگری به بونی گردنش زد. این وقت دختر هم نزدیک رسیده آمد. البته کی بودن این دختر را گفتن لازم نیست. شنوندگان به خوبی میفهمند که این گلنار بود. این گلنار هجران زده گرفتار بود. این گلنار وفادار بود که بعد از گرد شده رفتن عاشق زار خود
تاب آورده نمیتوانست. بنابراین پیش یک سپاهی دیو سیرت که مردان از روبرو شدن به آن لاحول می‌خواندند روی راست برآمد. آری، به گلنار یک حالت بسیار سختی روی داده بود. گلنار چند گاه باز یادگار را دوست می داشت و خیال می کرد که در آینده با او یک زندگانی دوستدارانه برپا کرده عمر خود را با سعادت و شادکامی خواهد گذراند. نقلی که پیشترک از این یادگار از پسر آقسقال درباره او را به شوهر دادن بودنش کرده بود گویا چکره زهر حقیقی بود که به خیال شیرین گلنار آمیخته بود. با وجود این وی خود را تسلی میداد که مرا هیچگاه با زوری به شوهر داده نمی توانند. در این راه تا چاره آخرین پایدار می ایستم. چاره آخرینی که گلنار در این کار می اندیشید با یادگار به یک طرف گریخته رفتن بود. حالا در پیش چشمش همه این خیالات زیر و زبر شو رفته ایستاده بودند. حالا دیده ایستاده بود که یادگار را از دست او گرفته میبرند، هم به صفت یک گناهکار، به صفت یک خونی ناحقکار، به صفت یک دزد یاغی غدار دست او را بسته گرفته برده ایستادند. گلنار این را هم میدانست که یادگار فقیر و کمبغل است، بر بالای این بیکس و بیخیشاوند است. پدر یا اقربایی ندارد که از دنبال وی برود و هرچی که دارد در این راه خرج کرده وی را به کفیلی گرفته بیارد. بنابراین جدایی به نظر گلنار جدایی ابدی می نمود. با تأثیر این هجران و علم طاقت فرسا گلنار هر یک ملاحظه را از سر دور کرده بی ایبا به پیش یسوع دوید و هرچی بادابادگویان به زاری و تولد در آمده گفت: جناب یسوع، جناب یسوع، صدقت شوم، پیشی پاد میرم، عرض مرا گوش کن. این جوان بیگناه و بی آزار است. این دوست و حرامزاده نیست و هر کس هر چیزی که در حق این گفته است بهتان است. این را سرده، الهی مرادی بچگانت را بینی. اما یسوع از آن کسان نبود که به ضعیف ناله های یک دختر دلش نرم شود و رحمی به دلش آید. اگر این گستاخی را که این دختر کرد یک زن مقرری می کرد، جواب وی دو سه تازیانه آبدار بود. لیکن حسن و ادای گلنار به یسوع یک تأثیر عجیبی بخشیده بود که به وی این معامله را نکرد. در حقیقت هم حسن و جمال گلنار تأثیر بخشا بود. چشم سیاه آتشبار، میژگان دراز جان شکار و ابروی کجی دنباله‌دار او دل هر یک بیننده را از جا می برد. موی درازی تابدارش که تا خمگشت زانوهایش می رسید برای هوسکاران کمندی پیچانی بود. مگر تو خواهر این جوان می باشی که با اینقدر دلسوزی می کنی؟ نه. خواهرزاده این یا برادرزاده اش هستی؟ نه. پس معلوم می شود که زنش هستی. گلنار خجالتمندانه هنوز نه گفت. یسوع سر خود را جنبانده زیر لب گفت: سبب این دلسوزی ها معلوم شد. گفت و به گلنار نگاه کرده: بسیار غم مخور. در این نزدیکی ها کاته خود را در سر جوی یا که در حصار خواهی دید. گفت و خواست که به راه درآید. گلنار که از نرم گفتاری های اولی یسوع به خلاصی محبوبش امیدوار شده بود، با سخنهای آخریش یک باره به ناامیدی افتاد. دنیا به نظرش سیاه و تاریک شد، هیچ چیز را نمیدید و از چیزی هم باک نداشت. با یک دلیر شیرانه مانند گربه‌ای که بسگی به بچه‌اش قصد کرده حمله آرد، دیوانوار خود را به طرف یسوع هوا داد. ای ظالم خونخوار دل‌آزار، چونی که از بالای اسبت گرفته بروی سنگت زنم. گویان خواست که از کمر یسوع گیرد. یسوع بی آنکه پای خود را از رکاب برآورد با پاشنه موزش به سر سینه گلنار دلافکار چنان زد که مردوار پریده یک چند قدم پایین تر به چقوری افتاد و یک چیر زده خاموش ماند. از پس سنگی که تخمینا 50 قدم بالاتر به کمر کو چسبیده گویا معلق ایستاده بود. ای ظالم نابکار آدم خار، مگر برای خودت در این دره گور میکاوی؟ گفته یک نعره برآمد. یسوع دانست که اندیشه هایش بیجا نبودند. در حال یادگار را پیش انداخته اسب خود را پاشنه زده شتابکارانه به راه درآمد. بعد از فرصتی
به برآمدگاه در نیهان در آمده از نظرها پنهان شد. شما از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنیدید. راوی هنرمند معروف حبیب الله عبدالرزاقов.